رفقا حالتون چطوره؟ محمد ماینر هستم و خوش اومدیم به یه ویدیوی جدید دیگه از چنلم. رفقا اومدیم با پارت یک ویدیوی ماینکرافت. ترکیب ماب ها. ایلیا دایمندی هم کنارمه. سلام کن. سلام برامج. خب رفقا بدون هیچ مقطعی بریم به سراغ ویدیو. فقط قبل دیدن ویدیو یادتون نره که حتما چنل ما رو فالو کنید، این ویدیو رو لایک کنید و برامون یک کامنت بذارید تا ازتون انرژی بگیریم. پس بدون هیچ مقطعی بریم به سراغ ویدیو. Let's do it. برو بریم. خب رفقا یه گل ایزای دل. ما از سوم شخص در اومدیم. رفقا دلیل اینکه من با ایلیا دایمندی نتونستیم جوین بشیم اینه که قراره با هم مسابقه بذاریم، هر کی زودتر، هر کی ماب قشنگتری تونست بسازه. خب ایلیا دایمندی برو بازی رو شروع کن که هر کی زودتر مابو بسازه برنده است. آقا من اومدم بیرون. خب رفقا بریم ببینیم چی داخل این شهر پیدا میشه. پوشن. واسه منم بیام کارخونه دایمند چیه؟ رفقا اگه این مورو میخواد حتما بشید اون لایک هم بزنیم. اوکی برای من نمیاد. این مود خیلی خفنیه، اگه میخوان یاد بگیرین هم دیگه یاد بگیرین. نمیاره برای من. آقا من بریم اولین مابمون رو درست کنیم. اولین مابمون به نظرم ترکیب ویلیجر با خوک باشه. خفن میشه. ببینید برای اینکه بخواید تخمه یه موجودی رو به دست بیارید اول باید داخل یه جای گشاد باشه. دلیل اینو من نمیتونم اینو بگیرم. بایستا نمیتونم یه حرکت دیگه هم بزنم. آقا من اینو میگیرم، اینو میسازم. یا اول فصل اسکلتون منو نزن. خب امیدوارم آتیش نگیره. یا بایستا اصلا تایم ست کنم. تایم ست نایت باشه. حالا اسرانه میگم که چی رو زدی؟ اسکلتون بکنم. نه گوای کمک. من الان تیر میزنه. چجور بکشمش؟ تخمشو میگیرم. آقا من بایستا ای صبح داره میشه. تیراش الان آتشی میشه. فرار. پورتال خراب شده. راست میگی. رفقا من چند روز دیگه میام اینجارم استارت پروژهشو میزنم، پورتال بسازیم بریم بلیزم بیاریم. خب پس فهمیدیم دیگه گاو و اسکلتون ترکیب خیلی خوبی نیست از نظرم، چون میخواد آدم رو جر بده. من یکم کوکی بخورم. بچه من نمیتونم بیام. مهم نیست خودم میرم مثلا به درک. اصلا برش مهم نیست من بیام یا نیام. خب رفقا بریم ویلیجر رو با یک کوفته بچه میخواین این مودم بگیرین باید بریم تو رومیکا مودهای ماینکرافت برای موبایل. براتون چند تا میتونین استفاده کنین و لذتشو ببرین. من میخوام برم مود پورتال انشانت سیتی. رفقا مود پورتال انشانت سیتی هم چند روز دیگه برات میذارم که چی کار باید بکنین، به چه دردی هم میخوره. ببین توش خیلی باله. آقا دایمندی فرم دایمند داره. خب اول این خوک رو میذاریم اینجا. بچه خوک پا فکر کنم الان ویلیجر بچه خوکی در بیاد. راست میگی. خب یه ویلیجر میذاریم اینجا. خب میریم الان میشه ویلیجر بچه خوکی. خب الان یه خوک بچه خوک در میاد که کلش کله ویلیجر. راست میگه. واقعا بچه خوک خیلی باحال بود. خب میریم برای ترکیب ماب بعدی. آره دیگه دقیقاً، ولی پیگ ویلیجره. یا و رفقا دلیل اینکه دست منم ببینین من خودم هم نمیدونم، فکر کنم به خاطر موداییه که انقدر ریختم دیگه ماینکرافت هم هنگ کرده. آره خیلی مود ریخته. من مرغ
رفقا دلیل این که میبینیم مرغ صورتی و این من فکر کردم اول کریپیپاستا کریپیپاستا یا علی من گفتم یا ابوالفضل. دلیلش هم فقط به خاطر موده. ما نیست مرد بچه نه مرد تخمش دستمه. تخم پیگ چه؟ پیگ انچی نمیدونم چی الان فکر کن بچه بود. خب آقا اینم بذار ترکیب بشه. نمیشه. من یکم نون بخورم. یه دکمه دائما کجا شبیه دائما بلا چه خفن شد. بال هم بزنه. من این شبیه چی نبود؟ گاف. نه گاف نبود که. نه آرمور آیرونی. آره راست میگی که پوشیدن. بچه من انشانسی چیه دیگه تعریف نکن. یا حضرت چی یاداره. خب یه ویلیجر با پای خودش رفت داخل. یه اسلایمو میخوان با گاف ترکیب کنم. این دکمه بهترین راهکار از نظر من. بهترین راهکار. میتونین ماوا رو حتی وقتی نمیدونین از کجا گیر بیارین با اون دکمه به دست بیارین. گاو با اسلایمو. اینجا چقدر باحاله. ایدیا میگم میخوام غافلگیرشان کنم. مرض داریم. اسب با بلیز یا ابوالفضل الان منو آتیش میزنه. اسب با بلیز. خب ترکیب رو بزنم. ای منو نزن. فقط چرا صدای کتک خوردن اسب میاد. بلیز اسبی. آی چرا صدل پرت میکنه. چی پرت کرد؟ صدل از کجا؟ نمیدونم. ترکیبش کردم با اسب صدل پرت میکرد. خیلی خفن بود. آقا اینجا مگه چی نمیومد؟ باردن نمیومد. نه دیگه پایین باردن نمیومد. چرا صدا نگاه؟ نگران نباش. برای همین میگفتن دیگه نگران نباش. اون بالا اصلا واردن وجود خارجی نداره. نگاه رفقا این مودش هم میذارم دیگه. البته یکم دندونتن رو یقر بذاری فردا براتون میذارم. جون شمشیریه بنازم. جون گوشت گاو اونم پخته شده. بله آقا من فارمان از کجا یاد باید؟ آقا من این بلیزو از کجا بیارم؟ آقا این مگه چی نیست؟ چی نیست؟ این مگه چی نیست؟ چی نیست؟ این مگه لباس نیست؟ چی نیست؟ این مگه لباس نیست؟ وایستا من اینو بگیرم اول. خیلی خفنه. گرفتم. آقا این مگه چی نیست؟ لباس نیست اون اول میتونیم بگیریم. آره دیگه خب دیگه نیاز نیست به این بدبخت بدیم که. آره دیگه بچه برمه فقط اون بدبخت با قول خودت این چند شده شو میده. اونم این چند تا پول. آقا این چه اینجوری میکنه؟ نکنمش؟ نه نکنش. آقا کجا بود فارما؟ تو خونه. تو خونه باردن؟ آره. خب من کریتیف کنم. رفقا بعد فکر نکنیم ما هر روز فقط کریتیف میکنیم اینجور چیزا رو به دست میاریم و نه. فقط بعضی وقتا برای زیبا شدن کریتیف میکنیم. مثلا الان لباس دکتری من این لباس دکتری این به خاطر این کریتیف کردیم که لباس دکتری مثلا در بیاد مثلا من پروفسور بالاخره یکم کی در محمد ماینر باش دست بزنید. نزدیک بود الان بگه محمد ماینر. من دارم شارژم میترکه. شارژت؟ منظورت اینه داره شارژت تموم میشه یا نه؟ شارژم داره میترکه. منظورم همونه. داری یعنی شارژت تموم میشه؟ محمد ماینر نه بریم اون ور. تو اون اتاق برو. آره
خب رفقا دایمندی هم رفت دیگه راحت شد. خب بیا بیرون بیا. خب ببینیم اینجا چجوریه. ویورای گل خیلی حال میده این مپ. بقیهش شاید بعدن گذاشتم و پارتای بعدی و اینا. پس بنده باید خداحافظی کنم با شما عزیزان گرامی و این مودو داخل چنل من حتما میذارم، به یادتون داشته باشید. پس یه لحظه منو خب رفقا ما برگشتیم و میخواستم بگم مرسی که تا اینجا این ویدیو با ما همراه بودیم و این ویدیو رو تماشا کردین. حتما منتظر قسمت دوم ما باشید و لایک کامنت دنبال کردن چنلمون فراموش نشه و تا یه ویدیو دیگه مراقب خودتون باشید. گود بای.